باشد یار سراغ آمده، سینه بداغ چی باشد یار سراغ آمده. رفته بالای حصار دیدم دختری بسیار، رفته بالای حصار دیدم دختری بسیار. یک تاش رومالی شال داره قندت ازن دختر دار، یک تاش رومالی شال داره قندت ازن دختر دار. از ایجاد و تهیه این سفت و ترانه و سرود وا کرده و جا کرده بر خود صد پیک و پیغام و درود و اگرچه از ولوله و شور و شهرتش دهها سال سپری گردیده باشد هم تا کنون موقع و نفوذ خود را از دست نداده. برعکس تا امروز وردی زبانی عام و خاص است این آهنگ و سرود. چگل بافته بمو چلکاکل، وقتی که بای برا کند زبانکش چو بلبل، وقتی که بای برا کند زبانکش چو بلبل. از قرطاب آمده سینه بداغ آمده، از قرطاب آمده سینه بداغ آمده، سینه بداغ چی باشد یار سراغ آمده، سینه بداغ چی باشد یار سراغ آمده. و با دیدن پارچه ها از لحن زیبا و سنت والای گذشته لحظه ها می شوند عیان پیش دیده. حجت بیان این است که در گذاره دور و زمان بر اثر این ترانه خاطرمان همیشه یک خطه تاریخ آباد و زیبای دیارمان، قرطاق باستان و شادمان و حیات کوهن کوهستانی پیر و جوان پیش نظر هر خرد و کلان مجلا می گردد، البته از گذشته تا امروز. باغدارای گنگما چون باغدارای گنگما، اندورا پولش شده است خورده برای گنگما، اندورا دیلیم شده است چیده برای گنگما. کلیچک باغ میرفت چشمای پر آب میرفت، کلیچک باغ میرفت چشمای پر آب میرفت. شبکه جگوش کرده آتش سراغ میرفت، شبکه جگوش کرده آتش سراغ میرفت. باغدارای گنگما چون باغدارای گنگما، باغدارای گنگما چون باغدارای گنگما، اندورا پولش شده است خورده برای گنگما، اندورا دیلیم شده است چیده برای گنگما. چون جستن و انعکاس و عادت مراد ما راست، در حال به این سو راه پیش گرفتیم. سواره گذاشتیم از نصف زیادی راه را، بعضاً قد دریا، لب جو، در بالای ادیر و تارتار کوه ما را کیفر عجب تأسیس و تسخیر شده که از منظره های زیبا، کوههای آسمان شکاف و دریای کبودی نسیم فارم دلکش و محیط اطراگین و غیرت هنرمندان دیار شاعر استاد میرزا ترسنزاده هیچ سیر نمی شدیم. دهه قرطاق. در همین جا میرزا ترسنزاده به دنیا آمد. از همین جا به عالمی بزرگ پر اسرار و پر معمای شعر و زندگی راه گرفت. در همین جای است منزلگاه من، در همین جای است روشن راه من، در همین جا شد صدای من بلند، در همین جا دوست را گشتم پسند، در همین جا یافتم اوج و کمال، در همین جا زندگی بی زوال. هدف و نشان اساسی ما بازدید از هنر و هنرمندی، انعکاس تجلیل جشنواره با شکوه ملی نوروز عجم در این روستای کوهستانی بود و بس. دخترای خوش قد نظر میکردم، در خونه
با شنیدن و افاده کردن اسم این گوشه بهشت‌آسای تاجیکستان دهه قره‌طاق پیش از همه هنرمندی و کاسبی، بافندگی و رساندگی، عنعنه‌های ملی و اتنوگرافی پیش نظر جلوه‌گر می‌شوند. این مکان هنرمندی و کاسبی دقت چندین نمایندگان داخلی و خارجی را به خود جلب نموده و باز توانسته است سالهای آخر به حیث منطقه توریسم ناتکرار طبیعت برآمد نماید. مفهوم واژه قره‌طاق این قریه طاق، قریه این شهر خود، طاق این بی‌مثل و یگانه، یعنی شهری که بی‌مثل و یگانه در حاشیه تاریخ ثبت شده است و در کتاب شاهنامه فردوسی این موضوع با نام هماوران افسانوی ثبت شده است که این نام احتمال می رود که از نهر قدیمی قره‌طاق سرچشمه گرفته باشد. در گذشته اتنوگراف های بزرگ و عالمان و نمایندگان دیگر خلق و ملت از این منطقه دیدن کرده محض رسم و رسوم، عادت های مردمی و نهایت دایر به اتنوس مردمی باستانی قره‌طاق موادهای تاریخی جمع‌آوری نموده، سپس مطالب تاریخی را به تب رسانیدند. در محور فرهنگ و عنعنه‌های گذشته و درک تاریخ امروز و فردا، گروه هنرمندان نکته‌سنج و آوازه‌دار انسامبل فولکلوری و اتنوگرافی قره‌طاق را سازمان دادند. خوش است که این دسته هنری چندین سال فعالیت پرثمر نموده، عنعنه و آیین گذشته خود را زنده و پاس می‌دارند. سرود و ترانه‌های هنرمندان انسامبل فولکلوری و اتنوگرافی قره‌طاق تنها بازگوی عنعنه‌های ملی و سنتی بلکه فراگیر آداب و آیین مردمان این منطقه را بازگو می‌کند. آی دختر دختر قدمی حالی شالی، آی خود گفته بودی با آمرم حالی، آی خود گفته بودی با آمرم حالی، آی رفتم سری سر چشمه و دیدم خالی، آی جورایی جان با چی بلا داری، آی جورایی جان با چی بلا داری. نام و موقع و مرتبه، شهرت و شان این دسته هنری کی هاست که تاجیکستان عزیز را تسخیر کرده. Ustayı köhne dözem, girdaba girme dözem. Ustayı köhne dözem, girdaba girme dözem. Her yer kökem yak tanga, kene diyor bo dözem. Her yer kökem yak tanga, kene diyor bo dözem. Mahsiyumu ki dözem, badah tanga fırışam. Mahsiyumu ki dözem, badah tanga fırışam. Köhner okunam yamak, من استای قره‌طاق. هیچ چاره‌بینی نیست که در آن این دسته آوازه‌دار شرکت نداشته باشند، حتی بیرون از مرز تاجیکستان عزیز نیز.
ana این دیگر شو ana نیاکو منه نیاکو اینا بی دیدی می حقانی شاگرد براورمده من از گذشته علاچه خاص هنر و زحمت هنرمندان این روستای کوهستان دانسته میشد. تا آخر سالهای 30 قره‌طاق مرکز ناحیه و شهر حساب میافت. ساکنانش اساساً به کاسبی مشغول بودند. هنوز هم بعضی از محله های دهه قره‌طاق نام های ذیل از قبیل گذرهای کلاهگری، چرمگری، بافندگی، آهنگران، سرخی و امثال این را دارند. در دهه قره‌طاق تا اولهای عصر 20 32 گذر بود، 32 کوچه. هر یک کوچه وابسته به هنر مردم چی داشت؟ نام داشت. مثلا در نزد آثارخانه گذری کلاهگران، اون طرفتر کوچه چرمگران، در یک کوچه قمنادان، کوچه صابونگران، کوچه چیتگران، یکی دیگ رزخانه، جایی که دیگ پتیله تیار میکردن، رنگ رزخانه، یعنی در آن جایی که مردم از گیاها رنگ تیار میکرد، یعنی هستن تا امروز نام دهه ها تا امروز باقی ماندن که به افتخار است. یکی از پیشه های هنرمندان قره‌طاق در گذشته نیز این کلاهگری بوده است. تاریخی بودن این شاخه هنر از حفریات مصنوعات سفالین زیر خاک درک می‌دهد. سرچشمه های تاریخی حاکمند که کلاهگری در ابتدای عصر 19 و اولی عصر 20 در این خطه تاریخی بیشتر ترقی نموده است. دکان‌های کلاهگری با خمدان، چرخ، طباقچه، پیشتخته لایمالی، غندک، کجکار و دیگر آلات‌ها تجهیزانیده شدند. ستیلو ویا نبود همگزینو، فقط کوزه و خرمایی و من همینه هم کلاه تیار میکردن و مثلا هم خلق میگرفتن هم کلخازه من تراکتور کوزه که آب میبردن که مثلا کلخاچی کار کسه کلخاچی آب دادن در کار مثلا چای کردن در کار همین دایره کوزه کلان که 20 لیتر 25 لیتر مثلا آب میبرد و خرا دو طرفی خربه بار میکردن گفت میبردن. فعلا در این دیار باستانی بجز هنر کلاهگری عنقریب همه گونه هنرها از بین رفتند. تنها هنر کلاهگری است که به زحمت و تلاش این مرد مهنت‌قرین دیار وابسته بوده. امروزها نیز محصول دست آن پیشکش میزاجان گردانیده می شود. این استای کلاهگر عبدالحکیم مقیموف نام داشته کسب پدری و بابا کلانش را دوام داده ایستاده است. 4 یاری برادر بودیم. فقط من آموختم همینه یاد گرفتم. همین کسب پدرم بابیم من خور نکردم. من عادتم بود من خودم میکنم همینه. همین میدم من خیلی شاگرد میدم بودم هر کی شاگرد ایستادم کلاله برافته که برای که پدرم وقتی که ادوینا گذاشتم من یاش بودم. فقط هم چون چه میتونستم پیش پدرم بی من خیلی هنره نمیتونم برای که میده بودم. موندگیش استایی کوهنه یاد گرفتم. پیش قره‌طاق با جای سیخ کلالی بود. که قریب 400 تا 300 آدم کار میکرد. همین 100 تا 150 تاش کلالی به کار میکرد. زنکا بودن، دخترها بودن، بچه‌ها بودن، مردکا بودن. همین راهبرشون گویا مسترش استادشون من بودم. من همین قدر آدم مثلا راه نشون دادم منیت کنه تو و هم زندگیشون پیش میبردم. آره هنری مثلا کلالی. استا عبدالحکیم کلاهگر تا کنون عضو چندین اتحادیه و اتفاقهای هنرمندی و رسامی در تاجیکستان و بیرون از آن می باشد و با این وسیله بهر تبلیغ و تشویق عنعنه و رسم و رسوم مردمی میان خلق و ملت‌های دیگر و اشتراک در چاره‌بینی‌های فرهنگی و نمایش‌های هنرهای خلق‌های تاجیک همیشه پیش صف است. چند نوروز شد من میبرن. من بار کارم که میرم نمایش میتیم
خوایا میبینه اگه آدمای مهمان باشه حتی مثلا باره توفه میتیم و خرسان میشن. رحمت به همین جناب عالی که همین قدر من هنرمندان دستگیری کردم، این کسی 7-6 رحمت. قرطاب علاج بافی بود، مثل چمگری بود، تاق دوزی بود، تاق من کمپیرا میدوختن که تاق تاجیکی، حولاگرا بودگی، دیگ ریزا بودگی، سونگرا بودگی. در نوروز همون وقتی که هنرمندا باروشون اکو تکلیف میکنن که مثل چیزی من سوید قشلاق که جماعه که هنرمندا بعد هنراشون برار نشان دهن. من قرطاب بازار بود، بازاری که همون هنرمندا حالا میبرورن، یکیش مثل دوست برقش میبرورد آهنگر بود. من مثل ما برای کلال هم میبروریم. آدمی که هر سو مهمونه میامدن همون برو مثل و گرفته خونه‌شون میبردن. مقصد ما در خصوص هنر کلالگری بیشتر حرف زدن نیست، ولی این یگانه هنر است که عین زمان در دهه قرطاق از بین نرفته است. از قدیم باشندگان این دیار نوروز خجسته را همچون عید اجدادی و ملی با شکوه و خیلی خاطرمان تجلیل می نمودند. زیرا جشن نوروز از جمله رسم و آیین و آداب و سنت‌های قدیمی تاجیکان می باشد که در میان عنعنه‌های مردم باقی مانده، با مرور زمان به بزرگترین جشن تاجیکان تبدیل یافته است. بهار آمد، گلستان مشکبار است. ز حسن لاله صحرا زرنثار است. بهار آمد، گل و بلبل هماغوش، چمن در وصف گل آتش نثار است. آمد به دیار تاجیکستان خوشباد و هوای نوبهاران، با چکچک باران ابر نیسان، با نغمه کبک خوشخرامان. بلبل بلبل سر شاخه ها غزل خوان، با نغمه به سیر آن گلستان. شادانه ترانه خوانی دارند، خوش نغمه عاشقانه دارند. گویا که به مردمان بگویند، با لهجه عاشقان بگویند. نوروزی مبارک ای عزیزان، خوش روزی مبارک ای عزیزان. آمد بهار ای دوستان، منزل به سرویستان کنیم. چون بختی در رو خفته را، چون تختی سرویستان کنیم. ای بلبل آمد دادی تو، من بنده ای فریادی تو. تو شادی گل من شادی تو، که شکر این احسان کنیم. آواز قمری تا قمر، بر رفته طوطی بر شکر. می آورد الهانی تر، که شکر این الهان کنیم. از پرتو خورشید منور شده عالم، در فصل بهاران. بشکفت گل و باغ جوانی شده خرم، چون قلب جوانان. از مرحمت و دولت باران بهاری، عالم شده سیراب، لبریز شده کاسه سه برگزی شبنم در دشت و بیابان. ایام بهار آمد و سیمای طبیعت گردیده دل افروز. از آمدنش منظره دلکش و فارم بگرفت زینو جان. طرفی چمن و باغ دلارا شده گلپوش، شد موسم گل گشت. گل دخترکان
سه چمن تاخته با هم مانند غزالان. در دهه قرطاق در هر یک خانواده هنر کشیده دوزی به نظر می رسد. نوروز آن چیزی که در گذشته بود و تا امروز باقی مانده است و همه آن رسم و رسوم و آیین‌هایی که در عید نوروزی بود ما همه ساله یک دستور برای عید نوروزی به تب می‌رسانیم و از نام شخصان معتبر تمام ساکنان دهه را در کتابچه تبریکات آنها را درج می‌سازیم. برگزاری و نمایش چنین هنرهای مردمی که سر تا سر از نوا و حکمت و راز مرتب گشته است و باز از فلسفه هزار ساله مردم هنرمند و فرهنگ دوست این منطقه باستانی گواهی می‌دهد. بهار آمد، بهاری دل مبارک، بهاری خوشدر و خوشدل مبارک. چهار فصل خدا خوش باشد اما بهاری منظری شامیل مبارک. بر دیارم آمده نوروز من، همچو مادر مادری دلسوز من. باز کرده آغوش دشت و دمن، می سراید بلبل شیرین سخن. بر دیار آریان خوش آمدی، نوبهار تاجیکان خوش آمدی. فصل ارزنده زیبا صنمان است بهار، موسمی پرطلب لاله رخان است بهار. در لب یار دلارام عیان است بهار. بشنو خوشتر از اینها که چه سان است بهار. تحفه از نام طبیعت به زنان است بهار. زین سبب خرم و خندان و جوان است بهار. در این نمایش گلدوزی و چکندوزی بانوان و دختران دهات قرطاق با زحمت پربار خیش محصول دستان خود را در این انجمن نوروزی به معرض تماشا گذاشتند که بسا دیدنی و جالب می باشد. گلها همه جا شکفته نوروز آمد، بر کشور ما بهار خوشروز آمد. با ناز و کرشمه نوبهاران چو عروس، بر آغوش ما چو یار دلسوز آمد. ای دوست بیا به باغ نوروز کنه، با هم سبقان جشن دل افروز کنه. در کشور تاجیکان امانی باشد، ما بزم و طرب هر دم و هر روز کنه. مهر و محبت هنرمندان و مهمانان وطنی که صنعت گلدوزی را در هر گوشه و کنار عالم تجسم می نمایند، قلب اهل اشتراکداران این بزمگاه را خیلی و خیلی تسخیر کرده بود. بهار آمد، صدای بلبل آمد، نسیمی فارم و بوی گل آمد. لباسی سبز را صحرا به بر کرد، کلاهی سبسفید آلو به سر کرد. پس از باریدن بارانی نیسان، چیزی بویند دشت و کوه ساران. بهار آمد، چمن گل پوش آمد، دلی ما بچگان در جوش آمد. هنرمندان و بانوان چیردست دهه قرطاق در این روز فرح و شادی نموده یادگاری های بی‌نظیر عنعنه های ملی را که بافته و طرح هنر و استعداد کامل آنهاست به نمایش برآوردند. Popular
زلفی سیاهی تر تر چین تا کند پشت سر زلفی سیاهی تر تر جانم فدای دختر عروسی قرطاقی جانم فدای دختر عروسی قرطاقی بیا رویم با سبزه های شهر مبارک باده تیراندازیم با غمزه های شهر مبارک باده تیرش مرا نشانه کرده شهر مبارک باده عشقش مرا دیوانه کرده شهر مبارک باده دختران قدرس و آراسته با نازکی و فرحی به خود فرخونده عنعنه‌های ملی را باز هم زنده تر نمودند و با طرب و شادی تنبور و دایره از نزاکت نوروز زیبای وطن بس و خرسند بودند و شاد. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است. در صحن چمن روی دلافروز خوش است. از دی که گذشت هرچی مگویی خوش است. خوش باش زیده مگو که امروز خوش است. هر روزتان نوروز باد، نوروزتان فیروز باد. آهنگری نیز یکی از معمولترین کسب‌های هنرمندان دهه حساب می‌یابد. طبق سرچشمه‌ها در قرطاق تا سالهای 32 دکان آهنگری وجود داشته است. دکان آهنگری با کور آتشدان، دم آهنگری، سندان، انبور، بالغ، چرخ تا نزدیکترین فرصت در قرطاق به نظر می‌رسید. استا با رحیم کلانزاده از زمره آهنگران این دهه در سالهای اخیر به شمار می رفت. با درگذشت خود و فرزندان امروز نبیرگان با مسئولیت میراث برند. من در سن 12 سالگی از پدر یتیم ماندم. خواستم که دکان میراثی پدرم را به کار شروع کنم و چیزی که از دستم می آید آن را ساخته به مردم تاجیکستانیان پیشکش کنم. اجرای رسالت کسبی هنرمند به سن و سال وابسته و مهم نبوده است. این نورسان که از خورده در احاطه هنرمندان بودند و از آتش و آهن آگهی شیوه و مشتاق ادامه کسب و کار بابایی اند. در خوردی هم یعنی که در همین گرد و پیش پدرم بسیار تاب می‌خوردیم و با همراه پدرم کمک می‌کردیم و از پدرم این کسب رو خیلی کم هم باشد یعنی که یاد گرفتیم. نام بابای من یعنی بابا کلان به هم گوشه کنار ما 5 ریگ است. فصل بهار آمد یعنی موسم کار دهقانان و برای همین ما برای دهقانان همین آلات‌های ساختمون رو پیشکش میکنیم و آنها با این کار کرده و همین طور ما از روی این کسب زندگی خود را پیش میبریم. با هنری ممتازشان که یادگار به میراث است، آلات‌های روزگار مخصوصاً تبر، اره، تیشه، بلغه و غیره میسازند. یعنی در این سن و سال علاقه زبان آهن و آب و آتش مهم است. همه هنری آهنگری را
از خود کردند. ما میخواهیم که هنری آهنگری را از خود کرده برای رشد آن یعنی حصه خود را باقی گذاشته هنرهای مردمی را از نو زنده کرده به تمام تاجیکستانیان پیشکش کرده و احیا سازه. چه خیلی که دهقانان به ما فرمان میدهند ما همان چیز فرمان شده آنها را با آنها ساخته پیشکش میکنیم. جوان پسران چالاک کار را با صبوری و ذوق و الهام کسبی اجرا میکنند. به پیشه خود چون استای ماهر و مشفق مناسبت نموده محبت به این هنر بابایی را دارند. زیرا حیات خود را محض به وسیله این کار و پیشه پیش می بردند و خود را در این راه موفق می شمارند. طبیعت بهشت آسای تاجیکستان یکی از گوشه‌های زیبا و نظرربا و سیاحی و خوشباد و هوای منطقه آسیای مرکزی شناخته شده است. این مکان نه جایی است که در دامان و محیط آن سیر و سیاحت نمایی، بلکه مکانی است بهر پرورش زنبور عسل بسا موافق و خیلی سازگار. پرورش زنبور عسل از گذشته دوری تاریخ اگرچه وجود ندارد، ولی در خصوص عسل و جهت‌های طبابتی آن گذشتگان ما از قدیم گفتند. در حالی که زنبور جانوری پاک است و سرکار و سرتشویش، این حکمت را به مرد دهقان نسبت می‌دهند. دیگر اینکه زنبوران آمد بهار، نوروز و بیدارشوی طبیعت را پیش از همه پیخست می‌کنند. آمدی نوروز بهار رو اولین بار اول زنبور عسل میفهمد، احساس میکند. با درختان شیشته آنها را باردار میکند. پریدن از لانه خودش تا 3 کیلومتر پرواز میکند. تا 3 کیلومتر حاصل میبیارد. در پاهاش گردی گل رو میگیرد، در دهانش شهد رو گرفته میبیارد. این سال هم سال سرباریش اومد، همه جا سبزه، درختان نغز نشونمای افته ایستادند. دویم بار است که بچه های خود را برآورده پرواز کرده ایستاده است. آهسته آهسته تا نوروز زنبور قوطی‌های خود را پر کرده مثلا برای با اویله زیاد کردن تیار می شود. همین سال از 20 فوریه کاری زنبور آغاز یافت. زنبور عسل تخمانی را سر کرد، مالا نشونمای افته ایستاده است، زیاد شده ایستاده است. دهه قراتاق که در احاطه کوه کمر درختان غرق گل و طبیعت ناتکرار جای گرفته است، اهالی این دیار با استفاده از چنین محیط مناسب و امکانات اکثراً به پرورش زنبور عسل مشغول هستند. زیاده از 30 سال می شود که من با زنبور عسل پروری مشغولم. از این پیش پدرم، بابایم، آنها هم زنبور پرور بودند. کسبی خوب است. با دیگران هم توصیه میتیم تمام آدم میتواند که با زنبور عسل پروری مشغول شود. در خانه‌اش، در تمام جا، در کوسار میتواند برد، هم استراحت خوب میکند، تبها را آرام میکند، محصولات های خوب دارد. ما پیلسه میگیریم، پیلسه گردی گل بهترین محصولات است. برای ایمونیتت رو برقرار کردن، برای تمام کسلا فایده دارد. از گل میگیرد. شیر زنبور هست، من پروپولیس هست، واسک هست، بهترین کسب است. تمام جای تاجیکستان میتونیم که ما زنبور پروری کنیم. همه جا گل است، همه جا بهار است تاجیکستان. مردان روزگار دیده باشند با امید فردای آباد و آسوده زندگی، استقبال بهار نازنین و جشن نوروز، سیر باغ و بستان و کوه و دمن میکنند. مرد دهقان پی کشتی بهاره کمر همت میبندد و باغبان باشد
پی نهالشینانی. نهالشینانی نگاه کردن زمین ها من همینه به تاثیر در آورم در کار های هم مهنت کردن نگاه کردن درخشنون دیستن اینم یک فرزند کلام میکنی اینم هم خیر درخشنانی یک فرزند تربیت میکنه با وای میرسونه درخت هم نگاه کنی سنگوری فرزند با وای میرسد میوه میتید اوای میخورد ثوابش میرسد خودشون بهره میبرن فصل بهار هم خیلی فصل زیبا هست حاضر خدا بشکر نغزی نبینید گل و گلکاری همه جا آبادی هم بهرتون میاد. بهار واقعا زیباست، آنچنان دلرباست که از نکهتش کس به شور و شر می آید. بسان آبشاران